السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران، پدران و مادران. راستی برادران، امروز در یک موضوع میخوام گپ زنم. در همه موضوع تا همه روزا عموما نمیخواستم گپ زنم، خواهش گپ زدن هم نداشتم راستی گپ. و بعدا رفتاری به نهایت زیادی برادران را دیدم، خواستم در همه موضوع گپ زنم. مراجعت به خواهرک عزیزمان مدینه بسایوا و دیگر برادرانی که کامنتاری نویسند و برادرایی که به یک گفته که خودشون نصیحت کردن گویا مدینه بسایوا را بونه که این معلومه که مقصد برای دیگر چیز ده. برادرها ای موضوع اول شروع میکنیم درباره مدینه بسایوا. مدینه بسایوا خواهرک عزیز، خواهر جان، وقتی که گپ زدی گوش کردم، هم من گپاتا تاچکا به تاچکا خواهر جان گوش کردم. حاضر که من چیز خطا بگم خواهر عزیز، من خطا همچون یک خواهر خودم تصور میکنم، همچون یک خواهر ردنای خودم میدونم و همین سخنان را میگم. خواهر جان، در مسئله اول گفتی که مردم مرا میگن که به تورات قپیده قرآن. بله، تو تورات داری نداری ایرا خداوند خودش میدونه، در این موضوع هیچی نمیگم. این گپی تو درسته خواهر جان. در مسئله گفتی که من در اینترنت خواندم، اول نه، گفتی که اگر که قرآن به زبان عربی بشید من خب نمیبخشیدم، یعنی به زبان روسی به این معنی او را داره که قرآن به زبان روسی او گفته های خداوند نیسته. همین من فکر میکنم ما او خاک خواهر جان راستی گپ او علمی نه دنیاوی دارم نه علمی مقصد اسلامی، یکی همه قبخه دارم که خواهر جان بگیرم اگر قرآن نروز کم یزیکه گفتی ها، یعنی من همه خیلی میفهمم که همون قرآنی که به عربی های اگر در همون جا مادر نویسگی باشه همون مادر پریواد شدگی نروز کم یزیکه بشوه ماما. این معلوم میشه که چیزی که در قرآن نوشته خواهر عزیز همون قرآن همون گفته های خدا به زبان روسی نوشته خواهر جان، همش گفته های خداوند نه. بعد خواهر جان گفتی که من در اینترنت خواندم و فهمیدم که قرآن نروز که میزیکه را میشه که بعد به مقصد به سر لیج بکپی. من فکر میکنم اول اون ملایی که خطا فتوا داد خواهر جان قرآن نروز که میزیکه را میشه و با سر لیج بخپی، ما هم کدام هم نمیدونم تو اولی پرسیده نمالم. خواهر جان همون اینترنت گفتگی هم راست دیگه خواهر عزیز به فکر خطاب ندیده که من گپی را در زمین نموندم. الحمدلله در آمدم در اینترنت خواندم دیدم که همه علما چی میگن در همین مسئله که آیا قرآن قپیدن و قرآن به زبان روسی، عربی، ترکی، تاجیکی فرق نداره، قرآن همش قرآن خواهر عزیز. و من خواستم بفهمم که آیا همین را به سر لیج قپیدن درسته یا نه. خواندم در همه جا نوشته که قرآن به زبان روسی، به زبان عربی، به زبان تاجیکی فرق نداره، قپیدن درسته. یعنی تورات داشته باشی قرآن قپیدن درسته خواهر عزیز. اما خودت نخوندی نکی، خودت در پیش خودت گپ زدی که قرآن نروز که میزیکه را ممکنه قپیدن. نکی خواهر جان من خواندم همه قرآن ممکنه، اما قرآن نروز که میزیکه همش یک خیره خواهر جان. حجاب، در مسئله حجاب میگیریم خواهر عزیز. حجاب اون معنای او را داره که برادرها شما در داخل داره. حجاب یعنی ای مردی بیگانه بجا کردن، ای مردی نامحرم. قرآن به حجاب قپیدن هیچ باکی نداره برادرها. بعد اگر که وقتی قرآن کشادی و بخوانیش در او حالت برادرای عزیز اگر ای روی حرمت عزت نسبت به خداوند، حرمت احترام که تو در اوج سخنهای خداوند خوانیسی، تو به خداوند گفتگو داری، در اون حالت میتونی حجاب بندی. این ایروی تقوای خودت وابستگی داره. اما حجاب هم بندی هیچ گپ نداره در خونه اگر زن تنها باشه. خب مدینه بسایوا خواهر عزیز این مسئله شو حل کردیم. میایم سر مسئله که دین اسلام با دین خریستانی خواهر جان برابر کردی. این کلا خطاست، 100% خطایی که تو دین اسلام با دین خریستانی برابر کردی خواهر جان. در مسئله همین ویدیوها خواهر جان میخوام یاد حرف بزنم.
راست که ویدیو کردم باید در همه موضوع را بگیم که دیگه اگه ما راست دیگه درباره تو نمیخوام که اگه با چند تا ویدیو اتفاق کنم همین یک تا در همه سوالو ما میخوام بفهمم سبب همه ویدیو کردن تا خواهر عزیز میخواستم بفهمم سببش در چی بود در چه سمیسل چون ای همه چیز تو چی گرفتن میخوای خواهر عزیز او برو گرفتن میخوای یا پل گرفتن میخوای یا چی هدف چیه خواهر جان اینا نپریمر ما رنگ خود ویدیو بلوگیرم انا аудитория ما вообще با دیگه مقصد پوزیشن ده مقصد ما میخوام که یک کمبغل صاحبی نوشوا ای دستی ما گرچه همه را کمک کرده نتونم اما ای بین 10 نفر 3 نفر حتما کمک میکنم حتما با یاری دیگر برادرها اگه یک کیسه خودم نیست دیگر برادرها دستگیری میکنم و بعدا میخوام که شهرت مرتبم در نزد الله بالا شوه و توشه برای روز قیامتم همراه خودم ببرم یعنی سمیسل داره کاری من یکی من خواهر عزیز سمیسلی کاری خودم نمیدونم در چیه خواهر جان خیلی خوب در چیزه باشه یکی اما خواهر عزیز انشاءالله روز میشوه که به شوهر ببروی الحمدلله باوری دارم که خودم در دل نیت داری که یک روز به شوهر ببروی صاحب فرزند بشه الحمدلله همه آرزوها در دل هست و بعدا باوری کامل دارم خواهر عزیز که آرزو داری که شوهر یگان بچه با انصاف یگان بچه با ایمان یگان بچه با تقوا یگان بچه خدا ترس باشه که مقصد قطعش زندگی کنی هم خیلی شوهر میخوای اما خواهر عزیز نمیخوای که شوهریت نرکمان باشه شوهریت الکش باشه شوهریت دیگر اما خواهر جان برای شوهری با انصاف و با تقوا و خدا ترس به دست آوردن این رفتارهای تو طوری نمیگیره خواهر جان راست گپ برای همین و بعدا فرزنددار میشه اگر همین شوهر هم بیابی خواهر عزیز اگر همین کار تا دوام بودی بود بعد روز نشوه که الحمدلله خداوند عمرک تا درست کنه صاحب فرزند شای صاحب فرزند کنه خداوند لیکن فکر نمیکنم که فرزند همین را به خوبی قبول کنه یعنی همین رفتار خطا قبول کنه یعنی ممکنه که در جامعه فرزند ایزا بکشه همین خمودر نه خواهر جون برای همین خواهر عزیز همین راه بگرد این همچون ایروی دلسوزی نسبت به آینده خودت خواهر جان نه ایروی همچون یک اکای خودت مرا بدون مثلا همچون یک خواهر خودم میدونم مخت همه سوید میتون خواهر جان که همین راه بگرد مصلحت ما یک برادرت با تو خواهر جان راستی خواهر عزیز ما هم یک وقتا رپ میخوندم رپریست بدم خواهر جان فکر میکردم که این چیز ما شهرت مرتبه بالا پیدا میکنم اما متاسفانه من خطا کردم اینا الحمدلله بحثش کردگیم طولی 3 سال میشوه نزدیک 2-3 سال میشوه خواهر عزیز بحثش کردم انشاءالله کوشش میکنم که عموما در همین چیزا نزدیک نشم خواهر جان کوشش که مایده ممکن ایروی بیعقید باشه برای که معلومه که یک چند سال اگر بزنید معلومه که یک چند سال خواهر عزیز مایده که برای همین خواهر جان حال هم بر وقت همین کارو دست بکش انشاءالله نصرت هم در نزد الله پیدا میکنی هم در نزد خلق آبرو در نزد الله دو چند بلند میشه خواهر جان میگذاریم سری برادرایی که کامنتاری نوشتن برادرای عزیز راستی ما اون قدر علم ندارم اما ایروی فهمش خودم همون قبل دارم که همین رفتار شما به نهایت رفتاری راستی نامسلمانی بود این رفتاری که شما نسبت همین خواهر عزیز کردید بعضی نفرایی که حقارت کردن این مسلمان بدن شما را ایشون نمیتونه برادر عزیز والله قسم این به نهایت یه رفتاری بگم پس تلمونیه میشه برادر عزیز خفه نشوید من یگام کس نیتی خفه کردن ندارم برادر جانم وقتی که برادر عزیز یک کس به یک راه دعوت کردنی مقصد به اسلام یا یک کس میگه که همین کار نکن برای یک کس گفتن همین کار نکن برادر عزیز باید اول از طرف یک معامله خوبی شده شود برادر عزیز نه اینکه دشمن حقارت مثال عادی بگیریم اگر که یک نفری ما فابریکه ساز کنیم نه یک زبان خب برادر جانم برای مال خودمون مثال تعریف کردن در پیش یک نفر که
بیاید دقت هم یک نفر به همه چیز جلب کنیم، ما از سخنان خوب استفاده میبریم. همه گناهی که امروز خواهر عزیز ما گناهگار شد، گناه کرد، یگام انسان به گناه نمیشود، این معنی او را نداره که ما پدری را برسیم، مادری را برسیم، خواهر اکایی را برسیم. اگر که از طرف ما مقصد رفتاری بد نشان داده شود، هیچ وقت همین خواهر جان ما را قبول نمیکنه و اصلاح هم نمیشه. برادرای عزیز، من اینام همه برادرایی که من درست درک کردن، اینام همیا مدینه بسای و خواهر جان، من خودت بخشش میپرسم برای اکارتای کردگی، نه که یک طرف دیگه هم بگیرم خواهر جان رفتار نادرستی همیا ای چی بود و برای چی؟ برای که خواهر عزیز به نهایت همین برادران را غضبناک کردی خواهر جان. به نهایت برادران عزیز، در آینده برادر جان، التماس از شما احترامانه خواهش میکنم، بسیاری شما من باوری دارم که در این کار خیری که من کرده استم، شما حصه گذاره، شما سرمیختان گذاشتگین، برادرایی که در مدینه بسته و کامنتاری کردگین، برادران شما هم کردگین همین کارا، شما هم سرمیختان گذاشتگین، نگذاره که همین کارهای خیری که شما کردین برباد بروه. ای پشت یک نفری که گناه کرده برادرای عزیز، خودتون گناهگار نکنید. حقارت در کار نیست. با به زبان روسی حقارت میکنیم، در کار نیست برادرو. التماس همه خواهش میکنم در آینده اگر که گناه یک کس دیده خوب بشه، با رفتار خوب برادر عزیز، خواهر عزیز، مادر عزیز، پدر عزیز گفته رفتار کنید، ان شاء الله بهترینه. همه گپا تمام کردم. اگر یگو کس خفه کرده باشه برادر عزیز، بخشش مدینه بسای و خواهر جان، اگر که ای گپای من رنج دیده باشی، سخت رسیده باشه، خواهر عزیز بخشش زیاد. این چیزی که در دل ما بود، چیزی که من میدونستم، من گفتم. اگر ای حد زیاد گپ زده باشه برادر و خواهر عزیز، بخشش زیاد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.